توجه کنید که خمیر رو نباید زیاد ضخیم بزنید و تو دو جهت با کارتک‌های شیاردار روش بکشید که حالت چهارخونه‌ای بهش دست بده. پیچایی هم که می‌بینید پیچای شما 3 هستش که گفتم سرش رو با سینچین باید قیچی کنیم و ببندیم روی برد که برد تکون نخوره و خمیرمون هم تمیز انجام شه کار، کثافت‌کاری نداشته باشه، همین که یه طرف ضخیم نشه یه طرف نازک شه و جایی از برد بدون خمیر بمونه. پدرم که ما اندازه میکنیم میبریم، در نهایت زمان کندن پلاستیک روی پدا کار میزون کردنش رو انجام میدیم که روی چیپا میزون شن. توجه کنید که این تمی که پدا رو ما داریم میزون میکنیم نباید بکشیمش، چون که حالت کششی هم داره پد و نازک میشه اگه بیشتر از اندازه بکشیمش. روی هیتسینگ رو شما توجه کنید یه دونه شیار داره که اون شیار باعث میشه ما هیتسینگ رو نتونیم برعکس ببندیم، یعنی یه علامتیه که هیتسینگ این شیار رو، این هیتسینگ رو ما باید شیار که رو به بیرونه یعنی خروجی فنشه باید بذاریم و همین باعث میشه حالا روی M21 این شیار داریم، روی MC پلاس نداریم، بهتره که با ماژیک یه علامت خودمون بزنیم موقع باز کردن که آخرستا موقع بستن اذیتمون نکنه. و همون پیچی که الان جای قسمتی توی